که روی کره خاکی اومد، انسان شد، در بین ما ساکن شد، با ما زندگی کرد تا بگه ناتان تو رو انقدر دوست دارم که حاضر شدم به خاطر تو جونمو بدم. مشکلات این دنیا مشکلی نیست، من به خاطر تو اومدم و امروز جمع شدیم که این خداوند رو بستاییم، بپرستیم با خوشحالی و شادی. مرسی از نیلا جان. نیلا جان منو به وجد آورد. این سرودار انقدر من فکر کنم اگه اون پشت رو میدیدید اصلا اونجا خودش یه گروه سرود دیگه بود، اون پشت گروه پرستش دیگه اونجا بود که واقعا منو خواهر عزیزمون اون پشت، خواهر کوچولوی عزیزمون، چقدر با هم شادی کردیم. و ما داریم نزدیک میشیم، آروم آروم داریم نزدیک میشیم به کریسمس. کریسمس تولد عیسی مسیح. نه تنها تولد عیسی مسیح بلکه کریسمس روزیه که خداوند جسم پوشید، خداوند بین ما ساکن شد. در فیلیپیان فصل 2 آیات 5 تا 11 میخونیم، میگه او که همزاد با خدا بود، از برابری با خدا برای خودش بهره نجست، بلکه خود را خالی کرد، فروتن شد، لباس انسان پوشید، به شباهت ما آدمیان در اومد، روی کره زمین اومد تا بگه که من آغوشم برای شما بازه برای نجات. کریسمس پیغام نجاته، پیغام شادیه، نجات در خداوند. و این پیغام در کل دنیا، در سر تا سر دنیا، تمام کلیساها، کشورهای مختلف، حتی توی مراکز خرید اگر برید این درخت رو اونجا میتونید ببینید. شاید ندونن فلسفهش چیه، به عنوان حالا تبدیل سال نو میلادی دارن میذارن، اما این درخت نشانه ای از حضور خداونده، تولد عیسی مسیح. تولد عیسی مسیح اینقدر ساده نیست که ما خیلی ساده ازش بگذریم. بزرگترین، به اعتقاد من بزرگترین عید در کل دنیا، عیدیه که مسیحیان جشن میگیرن، شادی عظیم میکنن. من همیشه به نیلا میگم نیلا کریسمس از شب ژانویه برای من خیلی مهمتره. چرا؟ چون یک چیز عمیق توش نهفته. شب ژانویه یک ساله، یک تاریخ عوض میشه، یک اون صفحه تقویممون ورق میخوره و تموم میشه، دیگه نمیمونه. سال 2022 بود، انگار یک سال پیش 2022 سال عوض شد، شدیم الان 2023. 2 هفته دیگه 2023 هم ورق میخوره، میریم تو سال 2024 و همینطور عمر ما داره میگذره، داریم همینطوری میریم جلو، سنمون داره بیشتر میشه. اما توی کریسمس فقط اون ورق زدن تقویم نیست، یک چیز عمیق درش نهفته است. در انجیل یوحنا فصل 1 آیه 18 خیلی زیبا میگه که خداوند را هیچ کس ندیده. فصل 1 آیه 18 من از روی خود کلام بخونم. کلام خدا اینطوری میگه: هیچ کس هرگز خدا را ندیده است. هیچ کس هرگز خدا را ندیده است. و در ادامهش میگه اما آن پسر یگانه که در آغوش پدر است او را به ما شناساند. منظور عیسی مسیح. تولد عیسی مسیح تولد ساده و عادی نبود. تولد عیسی مسیح با تولد همه بچه‌ها و نوزادهای تو این دنیا فرق داره. شاید توی دنیا محققین آمارهایی که گرفتن در هر ثانیه صدها نوزاد به دنیا میاد، در کشورهای مختلف، قاره‌های مختلف، شهرهای مختلف، با نژادهای مختلف، رنگ‌های مختلف، زبان‌های مختلف، فرهنگ‌های مختلف. اما هیچ کس این نوزادها رو نمیشناسه. کی هستن؟ کجا هستن؟ چطور دارن زندگی میکنن؟ اما یک نوزاد در طول تاریخ به دنیا اومد که همه ماهایی که ایمان داریم به عیسی مسیح میدونیم که کی هست، برای چی اومد و هدفش از اومدن به این دنیا چی بود. و نتیجه اومدن عیسی شدیم ماهایی که امروز به نام ایماندار به مسیح جمع شدیم. تولد عیسی مسیح تجسم خدا بود، خداوندی که انسان شد، خداوندی که به شباهت ما در اومد. در اشعیا فصل 7 پیشگویی شده که اشعیا اینطوری میگه که من از روی کلام بخونم، نمیخوام
جا به جا بشه، بعد فردا خورده نگیرید به من بگید کلام رو اشتباه خوندی برادر. فصل 7 14 میگه بنابراین خود خداوندگار به شما نشانه‌ای خواهد داد، اینک باکره آبستن شده، پسری خواهد زایید و او را امانوئیل نام خواهد نهاد. امانوئیل یعنی خدا با ما، خدا در ما، عیسی مسیح با ما، کنار ما. اشعیا تقریبا 2700 سال پیش، حدود به طور متوسط 700 سال قبل از عیسی مسیح پیشگویی رو کرد. و همینطور همون اشعیا فصل 9 از آیات 6 به بعد میگه زیرا که برای ما کودکی زاده و پسری به ما بخشیده شد، سلطنت بر دوش او خواهد بود و او مشاور شگفت‌انگیز و خدای قدیر، خدای قادر مطلق. قابل توجه این کسانی که میگن مگه میشه خدا انسان بشه؟ بله، چون میگیم خدای قادر مطلق. قدرت خدا مثل قدرت ما انسان ها نیست. و او مشاور شگفت‌انگیز و خدای قدیر و پدر سرمدی و سرور صلح خوانده خواهد شد. افسونی، فرمان روایی و صلح او را پایانی نخواهد بود. تولد مسیح فقط مثل تولد انسان‌های دیگه، نوزادهای دیگه، با مرگ خاتمه پیدا نکرد. امروز تولد مسیح رو بعد از 2023 سال داریم جشن می‌گیریم، چون مسیح زنده است. او بر تخت داوود و بر قلمرو او حکمرانی خواهد کرد و آن را به انصاف و عدالت از حال تا به ابد استوار خواهد ساخت و پایداری و پایدار نگاه خواهد داشت. اشعیا داره میگه 2700 سال پیش. پیغام انجیل، پیغام خبر خوش که مسیح اومد برای نجات ما. اما کی میدونه که اولین پیغام، اولین بشارت در کل تاریخ کجا و توسط چه کسی داده شد؟ نیلا جان بگو. خب شما تقلب داری میکنی، بگو بر ما. آفرین. پیدایش فصل 3 آیه 15. پیدایش فصل 3 آیه 15. از همون جایی که گناه وارد زندگی بشر شد، خداوند این خبر خوش رو اعلام کرد و گفت. چی گفت؟ به شیطان اینطوری میگه میان تو و زن و میان نسل تو و نسل زن دشمنی میگذارم. او سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنه وی را نیش خواهی زد. اولین بشارت، اولین خبر خوش بعد از ورود گناه به وارد زندگی آدم و حوا که همینطوری نسل اندر نسل اومد و امروز به ماها رسید. عیسی مسیح اومد تا ما رو نجات بده. عیسی مسیح خبر خوش انجیله، خبر خوش نجاته. عیسی مسیح تولدش جسم شدن خداوند. همینطور زندگی عیسی مسیح نه تنها تولدش با نوزادهای دیگه فرق داشت، زندگی مسیح هم با زندگی بقیه انسان ها فرق داره و متفاوته. در مرقس فصل 1 تا فصل 8 یا انجیل های دیگه وقتی نگاه میکنیم، مسیح معجزات فراوانی انجام داد. جزامی رو شفا داد، فلج رو شفا داد، کورها رو بینا کرد، لالها رو شفا داد، مرده ها رو زنده کرد. و در انجیل یوحنا آخرین فصل آیه 31 میگه و مسیح معجزات دیگه‌ای هم داشت که در این کتاب نیامد. زندگیش خیلی متفاوت بود. شاید اون نوزادهایی که تو کل دنیا، شهرها و کشورهای دیگه به دنیا میاد، شاید نتونن معجزه کنن، شاید نتونن کورها رو بینا کنن، شاید نتونن مرده ها رو زنده کنن، اما مسیح زندگیش متفاوت بود. چرا؟ چون مسیح خداوند بود. عیسی مسیح خداوند بود و روی این کره زمین اومد تا به من و تو، من و شما بگه که من برای نجات شما اومدم. همینطور مرگ مسیح بر روی صلیب، مرگش هم متفاوت بود.
همه آدم ها مرگشون به خاطر یا یک حادثه است اتفاق میفته یا به خاطر گناهی، اشتباهی. دولت ها میبینیم یکی اشتباهی میکنه، اما مسیح بی گناه به خاطر معجزه، به خاطر محبت، من اسمشو میذارم محبت، مسیح به خاطر محبت روی صلیب و نقشه پدر از باغ عدن همین بود که مسیح بیاد 33 سال و نیم در این کره خاکی گناه بشه. رومیان میگه مسیح گناه شد، گناه بشه تا ما نجات پیدا کنیم، ما در مسیح آزاد باشیم. این سوره که خوندیم، من آزادم، از هر بند و اسارت آزادم، دیگه کاسه چه کنم دستم نیست. خدایا چه کار کنم؟ ناله، ماتم، تو سر زدن نیست، چون ما مسیح رو داریم. عیسی مسیح، خدایی که قول داده، خدایی که در کلام میگه در سختی ها فوراً یافت میشه، خدایی که فتیله نیمسوز رو خاموش نمیکنه، نی خرد شده رو نمیشکنه، خدایی که همیشه با ماست. اما یک چیز میخواد و اون میگه به خبر خوش ایمان داری؟ ایمان داری که عیسی مسیح به خاطر تو اومد روی صلیب رفت، جانش رو داد تا تو آزاد باشی و نجات رو بچشی و تجربه کنی؟ اگر ایمان داری، در رومیان فصل 8 آیات 28 تا 31 میگه همه چیز بهر خیریت تو خواهد بود. اما یه شرط داشت، راجبش صحبت کردیم، همه چیز بهر خیریت ایمانداراست، اما شرطش اینه بهر خیریت کسانی که مسیح رو دوست دارن. یه کتابی داشتم میخوندم، خیلی کتاب برای من جالب بود، مال آقای جاش مکداول، خیلی کتاب خوبیه، اگر پیدا کردید پیشنهاد میکنم بخونید این کتابو. عنوانش هست شناخت اراده خدا. شناخت اراده خدا، که خدا چه اراده‌ای برای من و شما داره. اراده خدا چیه؟ چیزی که امروز خیلی از ایماندارا دنبالش میگردن. سالها پیش خود من وقتی دعا میکردم، دعای من این بود: خدایا هدف تو از زندگی ایمانی من چیه؟ من چه کار باید بکنم؟ کجا باید برم؟ چه خدمتی بکنم؟ مزمور 51 داوود میگه از زمانی که در رحم مادرم بودم گناهکار به دنیا اومدم. یعنی ایمان آوردیم، گناه ما بخشیده شد، اما اوکی خداوند چه کار باید بکنم؟ اراده تو برای زندگی من چیه؟ تو این کتاب 2 اراده خدا رو معرفی میکنه. اول اراده جهانی خدا که کتاب مقدسه، و دوم اراده خدا برای تک تک ماها، تک تک من، شما، تک تک ما، اراده شخصی فردی. اراده جهانی خدا اینه که به عیسی مسیح ایمان بیار، نجات پیدا کن و متی فصل 28 آیه 19 بروید همه امتها رو شاگرد سازید، به نام پدر، پسر و روح القدس تعمید دهید. اراده جهانی خداست، اینو داره به همه میگه. اما اراده فردی خدا برای من ناتان شخصی چیه؟ خدایا من ایمان آوردم، خدمت دارم میکنم، بشارت دارم میدم، اراده شخصی تو برای من چیه؟ توی زندگی شخصی من چه کار باید بکنم؟ توی مشکلاتم من چه کار باید بکنم؟ اونجا هم یک اراده ای داره. نمیخوایم وارد این بحث بشیم، یه روز حتما راجع به این کتاب صحبت خواهیم کرد که چقدر کتاب خوب و زیبایی هستش. اما بحث ما امروز تولد مسیح، عیسی مسیح خداوند، عیسی مسیحی که جسم پوشید روی کره زمین اومد تا من و شما رو نجات بده. حقیقت خداوندی عیسی مسیح. یوحنا فصل 8 آیه 32 میگه حقیقت رو خواهید شناخت و حقیقت شما رو آزاد خواهد کرد. حقیقت خداوندی عیسی مسیح. عیسی مسیح به دنیا اومد تا ما رو نجات بده. از بعد تولد عیسی مسیح ما در انجیل متی میبینیم که کسایی که میدونستن عیسی کیه، اون مقها، اون ستاره شناسایی که از مشرق زمین، از سمت ایران و هندوستان،
حرکت کردن و رفتن به بیت لحم، اونجایی که مسیح در آخر در یک طویله به دنیا اومد. اونها میدونستن که عیسی کیه. به خاطر همین زمان زیادی رو، مسیر زیادی رو طی کردن تا برای مسیح، برای این نوزاد، برای این خداوندی که جسم پوشیده هدایا بیارن، هدیه بدن و پرستش کنن، بپرستن. امروز ما چطور میتونیم این خداوند رو بپرستیم؟ چطور میتونیم بگیم خداوندا تو شایسته پرستش هستی، تو شایسته بهترین ها هستی، چون جون منو نجات دادی. منی که باید میمردم، من به جای تو روی صلیب باید میمردم به خاطر گناهم، اما تو اومدی قربانی من شدی، فدیه گناه من شدی، باعث آزادی من شدی. امروز من میتونم بایستم و بگم من آزادم، تو آزادی، ما آزادیم، در مسیح آزادیم. و چون خدا با ماست، رومیان فصل 8، چون خدا با ماست کیست که بتواند بر ضد ما باشد؟ چون خدا با ماست، مسیح با ماست، امانوئیل، خداوند در ما، در قلب من، در زندگی من، پادشاه زندگی من. پیغام انجیل پیغام آزادیه، پیغام نجاته، پیغام علم نیست، علم و دانش نیست. هیچ عالمی نتونسته تولد مسیح رو علمی بیاد ثابت کنه. علم اینو میگه، نه. پیغام مسیح پیغام نجاته، یک عمل کاملا روحانیه، عملی علمی نیست. با علم و دانش نمیشه بهش رسید. دیشب با یه برادری داشتم صحبت میکردم توی شهر دیگه در ترکیه، خیلی صحبت علم و دانش میکرد. فکر میکرد ما مسیحی ها اصلا علم رو قبول نداریم. گفتم اتفاقا برعکس، ما مسیحی ها میگیم علم و دانش باید در کنار علم روحانی، هر دو باید با هم باشن. محبت رو، سوالی که ازش کردم، گفتم محبت رو چطوری علم میتونه ثابت کنه؟ به من بگو کدوم علم میتونه محبت رو ثابت کنه؟ رادیکال، فرمول های فیثاغورس، فرمول های ریاضی، کدوماش میتونه محبت رو نشون بده؟ کدوم فرمول؟ کدوم کتاب؟ محبت چیزی که از قلب خدا جاری شد و این محبت 2000 سال پیش در بیت لحم اومد تا خداوند محبت عظیم خودش رو به من و شما نشون بده. میگه من اومدم به خاطر شماها، به خاطر تو ناتان اومدم روی صلیب برم، جانم رو بدم تا تو نجات پیدا کنی. پیغام امروز پیغام تولد مسیح، نجات. کسانی که ایمان نمیارن به مسیح، هر چند اگه کارهای خوب هم انجام بدن، باز هم در اون آتش عذاب هستن. یوحنا فصل 16 میگه هر کی به مسیح ایمان میاره نجات، نه تنها هلاک نمیشه بلکه حیات ابدی داره. خدا جهانیان را آنقدر محبت کرد که پسر یگانه خود را داد تا هر کی به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودان، بهشت، بعد از مرگ حیات ابدی داشته باشه. فقط با ایمان به عیسی مسیح که نجات میسر میشه. و اما خود مسیح در انجیل مرقس فصل 1 آیه 14 و 15 آیه 15 اینطور میگه: عیسی پس از گرفتار شدن یحیی به جلیل اومد، رفت او خبر خوش خدا رو اعلام کرد. آیه 15 میگه و میگفت زمان، آهای مردم، نوح یادتونه نوح 100 سالی کشتی داشت میساخت و این پیغام رو نوح هم داشت اعلام میکرد. آهای مردم، زمان داره به کمال میرسه. عزیزی که داری میشنوی از طریق شبکه‌های اجتماعی، به تو زمان داره به کمال میرسه، زمان داره تموم میشه، پادشاهی خدا نزدیکه.
توبه کن و به خبر خوش، یعنی خداوندی عیسی مسیح، یعنی تولد عیسی مسیح، یعنی جسم شدن خداوند، زندگی خداوند و روی صلیب رفتن و بعد از اون 3 روز بعد از مردگان قیام کردن، ایمان بیار تا هدیه نجات رو که کاملا مجانی دریافت کن. امروز پیغام انجیل برای ما. خیلی خوشحالم که میبینم مسیح توی یک آیه کل این 66 کتاب رو در یک آیه داره میگه. داستان خلقت، هدفی که خداوند داشت، گناه، بشارت خداوند به آدم و حوا، خبر خوش از همون باغ عدن که سر تو ای شیطان کوبیده خواهد شد، سر لعنت کوبیده خواهد شد، و اومدن عیسی مسیح، روی صلیب رفتن، 3 روز بعد قیام کردن، زنده شدن و بعد از اون روح القدس با ما بودن. خبر خوش انجیل. چقدر خوشحالم وقتی به این ایام، به این روزها میرسیم. واقعا خوشحالم. نه من خیلی خوشحالم. توی خونه هاشون درخت کریسمس میذارن، شادی عظیم میکنن، چون این خبر خوش تکرار داره میشه. خبری که در کل کلیساهای دنیا، از استرالیا، شرقی ترین کشور، برو تو آمریکا، روز یکشنبه همه دارن این خبر رو تکرار میکنن. خبر خوش نجات. ای مردم، ارمیا 22، ایمان بیارید. ای زمین، ایمان بیار. خبر خوش رو بشنوید و ایمان بیارید. چند لحظه سرهای خودمون رو خم کنیم و دعا کنیم. ای خداوند، خدای قدوس، خدای مهیا کننده، خدای فیض و راستی، خدای سلامتی، پدر جان ممنون تو هستیم برای هدیه نجات تو. ممنون تو هستیم برای اینکه تو ای خداوند جسم پوشیدی، روی این کره خاکی اومدی، گناه شدی و به خاطر ما گناهکاران بر روی صلیب رفتی، مصلوب کردن تو رو و روز 3 قیام کردی تا یک چیز رو به ما نشون بدی. و داستان خلقت که محبت تو در کلام تو نهفته است. محبت توی خداوند در کریسمس نهفته است. محبت عظیم تو بر روی صلیب نهفته است. و محبت عظیم توی خداوند در روز یکشنبه قیام تو، رستاخیز تو نهفته است. وقتی کل کلام تو رو مطالعه میکنیم خداوند، به یک چیز پی میبریم و اون محبت عظیم توست که با محبتت ما رو نجات دادی. ممنون تو هستیم ای خداوند، به خاطر اینکه دیگه زیر شریعت نیستیم ای خداوند، بلکه زیر فیض تو هستیم و تو بودی که به واسطه فیضت ما رو بر سفره پادشاهی خودت پذیرفتی و به ما اجازه دادی تا آزادانه تو رو بپرستیم و به تو بگیم پدر، ابا، بابا. ممنون تو هستیم برای محبت عظیم. پدر جان شکرت میکنیم برای فیض بی نهایت تو، چون در نام عیسی مسیح طلبیدم. با شکر گذاریم. آمین.